برای تثبیت دوستی و مودت با همسایگان شرقی و حوزه فرهنگی فارسی زبان تلاش خواهیم کرد. ما نوادگان سعدی آرزوی جهانی را داریم که همه در گفتار و کردار باور داشته باشند که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. ما قدر دوستان روزهای سختمان را خواهیم دانست.